سلام به همگی، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من وحید هستم و این کانال رو راه انداختم که یه کار هیجان انگیز بکنیم. قصه گویی. میدونم قصه گو زیاد داریم، اما فرق ما چیه؟ ما میخوایم هرچی مفهوم پیچیده، سخت یا جالب و باحال توی دنیا هست، از فلسفه زندگی گرفته تا تاریخ و نکات روانشناسی رو ورداریم و با زبان داستان براتون تعریف کنیم. اما اصل کاری اینجاست. ابزار ما استیک فیگورها هستن. بله، همین آدمک های ساده خط خطی که توی دفتر مشقمون میکشیدیم. ما این مفاهیم رو انقدر ساده میکنیم که تهش میشن یه استیک فیگور. شاید انیمیشن ما خیلی سه‌بعدی و خفن نباشه، ولی قول میدم قصه هاش انقدر قوی هستن که مجبور شید همشون رو تا آخر ببینید و سرتون درد نگیره. خب، حالا که این همه زحمت کشیدیم و این استیک فیگورهای بدبخت رو جون دادیم، یه کمک کوچیک از شما میخوایم. این اولین ویدیوی ماست و ما برای زنده موندن به شما نیاز داریم. اگه این ویدیو رو لایک و سابسکرایب نکنید، یوتیوب فکر میکنه کسی ما رو دوست نداره و کانال میره زیر خاک و اون وقت این آدمک های خط خطی بیچاره از گرسنگی میمیرن. یا بدتر، من مجبور میشم برم انیمیشن های خیلی سخت یاد بگیرم و قول میدم اون یه فاجعه واقعی میشه. پس برای نجات جون استیک فیگورها و اینکه این کانال سریعتر جون بگیره و بالا بیاد، همین الان دکمه های لایک و سابسکرایب رو بزنید. منتظر نظرات شما زیر همین ویدیو هستیم تا بدونیم دوست دارید داستان بعدیمون در مورد چه مفهومی باشه. دمتون گرم و تا ویدیوی بعد، فعلا خدا نگهدار.